هزینه یه دختر 23 ساله در ایران چقدره؟ 100 تومن. آره. آقا پسر باید چقدر گوششو بگیره؟ وظیفه‌ای نداره که بگیره، ولی اگه نکنه کنسله. آره کنسله. کسی که اینجوریه کنسله. چرا باید این کار بکنه؟ به خاطر زیبایی، شخصیت، اخلاق، رفتارت؟ به خاطر اینکه من متعهدم، شخصیت دارم، هیچ وقت توی رابطه اضافه کاری نمی‌کنم. من ایکس آره. در دنیای موازی میخوام این هزینه رو برای شما انجام بدم. اوکی، دلیل؟ شما پارتنر منی، من برای شما وقت میذارم، شما برای من وقت میذاری، من برای شما محبت میذارم، حمایت میذارم، احساسمو میذارم. خب. شما باید شعور خودت برسه که بگی فلانی عزیز دلم داری میری فلانجا، انقدر میخوای بزنم به حسابت، یا اینو میخوای واسط بخرم، یا مثلا میخوای این کارو برات بکنم، خودت به صورت ناخودآگاه انجام بدی. بسیار عالی. جملات زیبایی گفتی که چی میذاری وسط؟ روح، فکر، جسم، احساس، دیگه چی؟ آره، توجه. همه اینا رو که ما هم میذاریم، چرا باید تاش ما پول بدیم به شما؟ قانون طبیعت اینه. چرا یعنی قانون طبیعت رو عوض کنی؟ مهریه این خانوم 1180 تا 380 1380 مهریتونه. فکر کن مهریه این شکلیه، عدد 1380 تا علتی نداره. یعنی چی؟ اینه یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ علتی نداره. علت اینه که مگه بازار تهرانیم اینه؟ علت اینه که توی جامعه‌ای هستیم که سیستم از من زن دفاع نمی‌کنه. یعنی چی؟ اگه فردا طلاق بگیرم با یه بچه دستم، مهریه نداشته باشم، یه پاپاسی هم به من نمیرسه. یه پاپاسی. پس من سعی می‌کنم خونه‌مو ضد زلزله بسازم برای روز مبادا.